سلام مجدد خدمت همه شما هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که هر گوشه دنیا هستین و زندگی میکنید جور صحتمند باشید و لبخند بر لب داشته باشید. دوستای عزیز، شما را در برنامه خودتان، برنامه صدای کوهستان خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که تا آخرین لحظات برنامه برنده برنامه خودتان باشید، ما را تنها نگذارید. خب دوستای عزیز، امروز آمدیم در یک از پارک های خصوصی در آخر شهرک حاجی نبی که با مسئولین پارک و با کارگرایش گپ بزنیم و ببینیم که کارایش در کجا رسیده، چون پارک تازه شروع به فعالیت کرده و کارایش در کجا رسیده. امروز یک ببینیم که کدام هموطن ما هستند که امروز ما گپ بزند. خب دوستای عزیز، ما که داخل پارک شدیم. پارک تفریحی است و سرسبز هم شده و خیلی کارایش ناتکمیل مانده. ما از همچون کسانی که تشکر میکنیم که به خاطر آبادی و سرسبزی وطن زحمت میکشد، جای افتخار هستند برای ما. ما میبینیم که بعضی فامیلا هم برای چکر آمدن دوستای عزیز و ما بریم که طرف مسئولین پارک و کارگرایی که در اینجا کار میکنه بریم که همراهش یک مصاحبه داشته باشیم. شما پیش خلاص کنم نشد. افتادم شما مکنه خو مهناز بشی که مفتی
بای بای. یک دیگه وقتی شیطانی زیاد وقتی کار بود. سرسبزترین سبزه ها تقدیم نگاه های شما عزیزان دل. خب عزیزان دل، امروز اشتکار خیلی خوشحال می‌بینیم در پارک تفریحی آمدند برای تفریح. ما هم خیلی خوشحال شدیم. دوران اشتکی بسیار یک دوران خوب است. دوران اشتکی را همه ما و شما سپری کردیم و حالا میریم که با هر یکشان معرفی شویم. خوب هستی؟ نامک مقبول چیست؟ فرشته. خب فرشته جان، صنف چند هستی؟ تا بالا تا صنف نرفته. خب تا هنوز مکتب نرفتی؟ سلام دختر مقبول، نامک چیست؟ زینب. زینب جان، صنف چند هستی؟ 3. خب بسیار خوب. سلام، خوب هستی؟ نامک مقبول چیست؟ پروین. پروین جان، بسیار خوب. سلام، خوب هستی؟ نامک مقبول چیست؟ محمد حسین. محمد حسین. صنف چند هستی عزیز دل؟ 3. خب بسیار خوب. سلام عزیز دل، خوب هستی؟ بله. نامک مقبول چیست؟ جاوید. جاوید جان، صنف چند هستی؟ صنف 6. بسیار خوب. سلام، خوب هستی بچه؟ خوب. نامک مقبول چیست؟ چی؟ یوسف. یوسف جان، صنف چند هستی؟ 3. خب بسیار خوب. سلام، خوب هستی؟ نامک مقبول چیست؟ میرویس جان. صنف چند هستی میرویس جان؟ 3. بسیار خوب. سلام، خوب هستی؟ خوبم. نامک مقبول چیست؟ میسم. میسم جان، صنف چند هستی؟ صنف 2. خب بسیار خوب. سلام، خوب هستی؟ نامک مقبول چیست؟ مصطفی. مصطفی جان. مصطفی جان، صنف چند هستی؟ صنف 3. خب بسیار خوب. جای جان قندل خودت گفتیم من صنف 6 هستم. مکتب شخصی میخونی یا دولتی؟ دولتی. خب خودت مکتب چندم نمره هستی؟ 2. ماشاءالله ماشاءالله بچه خوب. خب بغیر از اینکه درس میخوانی در مکتب میری کورس هم میری یا نه؟ بله. کورس چی میری؟ انگلیسی میخوانی یا ریاضی؟ بسیار خوب. کدام مضامین مکتب بیشتر دوست داری جاوید جان؟ ریاضی، انگلیسی، پشتو. جاوید جان وقتی کورس انگلیسی میخوانی، انگلیسی علاقه داری، خود به انگلیسی معرفی میتونی؟ بله. خب خود معرفی کو به دوستا. My name is Javid. My father Muhammad Nadir. This is a. خب تشکر از جاوید جان که بسیار تو صحبت‌های خوب کرد. ما بسیار امروز خوشحال هستم دوستای عزیز، همه اشتکای وطن خوشحال می‌بینیم به امید از اینکه روزی باشه که همه ما لبخند بر لب داشته باشیم. خب دوستای عزیز آمدیم که با یک از کارگرای دیگر پارک مصاحبه کنیم، ببینیم که چی کار میکنه. سلام کاکا جان. سلام علیکم. اجازه است امرایتان معرفی شویم؟ مشکلی نداره. خب پدر جان خود معرفی کنید. محمد علی هستم، من از شهرک مهدیه. همین پارک از کارشو گرفتیم، همین کاری کانتینشه، کانتین همون پایین تره. از ساحه از نگاه سبزیشی عقب مانده. ما امروز رو اجاره گرفتیم که همین تپگه کوچیکش امروز خلاص کنیم که برای فردا یا پس فردا باران میاد که ما کمی سوز کنه. برای همین یا وظیفه ما همون کانتین است، با کاکای دیگه است به نام خلیفه ماسین، هر دیمو همین کانتین همین پارک گرفتیم. این کار همین سبزیجات از صاحب پارک اجاره گرفتیم. کار ما کاری کانتین است که چای مثل برگر روی چسب کپاس بود دیگه. هنوز کرایش معلوم نه، نسبت کرایش بعدا به کار معلوم میشه که ما چقدر اینجا درآمد داریم. اگر درآمد یک چیزی داشتیم در مانع یک چیزی میدیم، اگر نداشتیم نه. بعد این چوکی هایی که اینجا یک
سایبان درست میشه، 4 تا سایبان مثل همون کانتین در 4 گوشه از پارک به هزینه خود ما، آینه شما آوردیم، ورقای شما میاریم، هر امکاناتی داشت در دوش ما چوکی میزنیم، تخت میزنیم مثل همون کانتین یک 6 در 6. در اینجا 4 تای دیگه ما آینه‌اش آوردیم که زیر رو پلاستیک است. نسبت به کرایه‌اش دیگه معلوم شده که آیا درآمد ما بر اینا معلوم میشه که چقدر کرایه بدیم یا ندیم. خودتان یک از مسئولین پارک هستین؟ آره، اونمون کانتین که هست و مربوط ما میشه، چه رقم آدم ها بیاید، چه کسا برای ما دستور میده، امر شروع میکنه. مثلا اینجا که ما کانتین اینجا سایبان و تخت اینا هستن، مردم اگر سفارشی که داد ما از اونجا براش پخته میکنیم، آماده میکنیم، میاریم اینجا. تقریبا یک مقدار مسئولیتی امنیتش هم به دوش ما هستش. خب پدر جان، خودتون تا حال چقدر هزینه مصرف کردین و چقدر خواهد مصرف کرد تا که پارک آماده شود؟ معلوم نیست، ما تقریبا 53-54 هزار آیین آوردیم. همین آیینایی که برای کانتین و همیزی صاحبانایی که بعداً مانده اونا رو تامین کنیم و چیزای خرج مخارجی که اونجا آوردیم. هنوزم تا یک چیز پیسه از جیب ما مصرف میکنیم، یادداشت میکنیم، چیزی که رفیق ما خلیفه محسن میاره او یادداشت میگیره. بعد هزینهش معلوم نیست، ولی ایش را قول داده شده بود که ما که 4 روز عید مانده بود که ما همین کانتین دست کار کردیم که در روزای عید همین کانتین رو فعال کردیم. باقیش نه، باقیش تا عید بعدی که عید قربان باشه انشالله 100% ما چوکی های خوره، چیزای چوکی و سایبان و میز و چیزایی که مربوط با ما میشه ما قول دادیم که در عید بعدی انشالله 100% تکمیل چیزی که در دوش ما هست ما باید تکمیل کنیم. ما جشکاریش به هزینه، جشکاریاش هم به هزینه مایه و یک از کرای کمتر همی خود صاحب پارک هم جشکاره، تمام نمیزی چرخ فلک و همی کشتی و همی عروسک و این گلدانیار اینا رو همش رو به خودشون جور کرده و جشکاریش به هزینه دوش ما کار ما انجام شده، چون آهن که به هزینه خود جیب خود ما آوردیم اون اینجا کت کردیم، زیرش پلاستیک آورد کردیم سرش، اونشو که مربوط به خود کی میشه جشکار صاحب پارک. تا عید بعد دیگه ما هیچ گونه کم و کسری نداشتیم از جای سبزیجات، از گلدانی ها، از جای سبزی. یعنی پارک مال ما 2 تا کارگر گرفتیم، اونا هم که کارگر گرفته با ماشین از کو میاره، ما هم دور بر میاریم دیگه. تا عید قربان انشالله 100% کم و کسری نداشته باشیم. ما آره، ما اونمو برگر و چسب و چیزا و چای و کلی وسایل خور نعمت تقریبا نیمه آوردیم، باقی منش نآوردیم. چیزی که نیاز به مردم باشه ما همش تکمیل به دوش ما و خلیفه محسن است. به خودی صاحب پارک از چیزا هیچ گونه نداره، فقط ما گرفتیم و اینجا که چیزایی که صاحبان میشه همش به هزینه از مایه. و کسی دیگه هم که قول صاحب پارک هم اینطور داده که هر چیزی که نیاز شد در این محوطه پارک سیم خاردار گرفته شده مربوط به ما میشه. کسی دیگه نمیتونه که کدام وسایل دیگه بیاره یا چایخانه شوه یا مثلا کراچی بیاره، این چیزا رو برای ما قول داده و چی قرارداد هم هنوز نوشته نکردیم ولی نوشته میکنیم. این چیزا مربوط ما میشه. برنده های عزیز، هی پارک انشالله به زودترین وقت جور میشه تا عید قربان و ما و شما وعده داده که شما تا عید قربان جور میشه و شما برنده های عزیز هم از این پارک دیدن نمایید.